صبحانه‌ای که بعد از 2 ساعت از زمانی که دندونمو کشیدم باید بخورم. خب بر روز بعدش من برای صبحانه برنی آرد برنج درست کردم. برای هر نفر یه قاشق غذاخوری آرد برنج رو اضافه می‌کنیم و برای 3 قاشق غذاخوری آرد برنج 2 لیوان پر شیر اضافه می‌کنیم. بعد آرد و داخل شیر سرد هم می‌زنیم تا حالت گلوله نشه. بعد یه قاشق غذاخوری شکر اضافه می‌کنیم. حالا بستگی به ذائقه‌تون داره، اگر شیر میشه خیلی زیادی دوست دارین 2 قاشق اضافه می‌کنیم. داخل مواد هم می‌زنیم و می‌ذاریم روی شعله مدام هم می‌زنیم که حالا موادمون ته نگیره. انقدر هم می‌زنیم تا به این قسمت برسه. داره میپس. یه قاشق غذاخوری هم حدود 10-12 گرم هم بهش کره اضافه میکنیم. نصف قاشق چایخوری هم وانیل اضافه میکنیم. خب فرنمون آماده است، بریم که سروش کنیم. ما چون دندونمون رو کشیده بودیم دیگه داخلش پودر پسته و پودر نارگیل و اینا رو نریختیم. شما اگه دوست داشتین برید. من یه مقدار فقط دارچین ریختم و بذارم بر تزیینش پودر گل محمدی. برای میان وعده اولمون هم از کمپوت سیب استفاده کردیم. به نظرم گزینه خوبیه. اگر فصل سیب بود شما میتونین سیب رنده شده هم بخوریم عنوان میان وعده، ولی خب ترجیحاً کمپوت سیب بهتر. حالا چون میگم فصل سیب نبود آدم میتونست خونه خودش درست کنه. برای نهارم سوپ دال عدس درست کردم. برای درست کردن دال عدس نیاز داریم به 1 پیمانه دال عدس یا همون عدس قرمز، یه دونه هویج، یه دونه سیب زمینی، پیاز و یه حبه سیر اختیاریه. بعد زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری و نمک هم به مقدار لازم، روغن و آب لیمو. عدس قرمز نیاز به خیسوندن از قبل چند ساعت نداره، ولی خب باید پاکش کنیم. اگه میشوریم فقط همین موقع استفاده میشوریمش. قبلی هم میخواستم یخچال بردار بیاد بدم. این من نمیخواستی بدید. این برای غذاست. آبیون باشی اونجا که آره.
نداره. این میگه سیب زمینی و هویجمون هم اینجوری خورد میکنیم، خیلی ریز. پیازمون که سبک شد، سیب زمینی و هویج رو بهش اضافه میکنیم. خب توی مرحله که سیب زمینی و هویج پخش بالایی رسیدن، ما یه 2 تا سیر داشتیم که اختیاریه، اینم رنده میکنیم، اضافه میکنیم داخلش. خب حالا عدسمون اضافه میکنیم. خب وقتی به خوبی همه مواد تفت خوردن، توی مرحله شما 6 لیوان آب باید به موادتون اضافه کنید. خب من از بوسای مرغ استفاده کردم. شما میتونید از بوسای مرغ یا از استیک مرغ استفاده کنید که غذا لذیذتر بشه. زیر قابلمه رو شعله رو زیاد میکنیم. وقتی به جوش اومد زیرش رو کم میکنیم. درش هم حتما نیمه باز میکنیم که سر نره. خب وقتی به جوش اومد زیرش رو کم میکنیم. نهایتا 30 دقیقه دیگه آماده است. تا آماده شدن نهار یه شربت آب لیمو هم درست میکنیم. همه مواد پختن. الان باید میکسش کنیم که لابدار بشه. خداحافظ. میذاریم روی گاز دوباره یکم لابدار بشه. خب توی این مرحله 10 گرم یا همون یه قاشق غذاخوری به سوپمون در واقع کره اضافه میکنیم که هم براقش کنه سوپمون و هم خوشمزه تر. برای میان وعده بعدی هم که عطر میشه من از ماست پرچرب استفاده کردم. برای شام هم پوره سیب زمینی و نیمروی نرم درست کردم.
ساختن و اون سوله‌ای که علف قرار این کردم من چی شد؟ نه الان این گزارش اصلا بعد ارزم حضور شما راجع به پایگاه نظامی کامپیوتر بهتر از یا درست میکنه یه کاری ازم زنی خصوصا در مدینه این ارتو سه تا مسئله رو برگردیدن. اولین مسئله اینه آره من میخوام میگم تصویر بحث برای قبل خوابم من اسموتی موز درست کردم.